بچه ها اومدیم که بهتون یاد بدم که چجوری میتونیم به سراغ یاد پردازه. توی یاد پرداز چجوری میریم برین و بتونین زبان انگلیسی یاد بگیرن. خیلی اصلا خوبه. بالا میشه همینه میبیرن نصف میکنم از یاد پرداز. این چیکار میکنیم؟ این اول چیزی که یاد میکنیم یاد بدون فاصله بدون فاصله داز. یاد پرداز. گزینش میزنی این توی وب همه وباش گوهم وبشون این توی وب این دو تا میاد، یکیش هوشمندشه یاد باشه سامانه هوشمند آموزشی زبان انگلیسی نوشته. این میشه یاد باشه سامانه هوشمند زبان انگلیسی. توی اولش کلیک میکنیم، وارد یاد پرداز میشیم. کلی از انگلیسی خیلی باحال داره. امیدوارم ما رو حمایت کنین و این یاد پرداز رو نصب کنین. منم اگه یه ویدیو 5 کامنت بخوره میام پیش شما با شما میام با تون انگلیسی این ویدیو میزنم که رفتم توی یاد پرداز که انگلیسی یاد بگیرم. براتون میزنم که خیلی نشون بدم که خیلی عالیه. حتما ما رو ساب کنید که قراره 5 کامنت هم انشالله بگیریم و معروف بشیم انشالله. پیش ما کلن باشین و خدا نگهداری. یه قلبم برای شما، برای شما، اینم از شما. رفت